زنگ خانه بلند شد و برآمدم. یک شخصی بیمار عصا در دست داشت، خوب ریش نداشت. معلوم بود که بیمار است، یک دو طرفی بدنش راست کار نمی‌کند. همراه یک کودک خردسالی 5 ساله یا 6 ساله است. برآمدم، وقتی که احوال پرسی کردم چه خدمت داری؟ گفت که اگر ما از این شهر وحدت میشیم و در این تلمان خانه های نبی دریاسپی چی میگن؟ بچه های تلمان میشینم. گفت پسرم، بچم گفت چند روز است مجبور در از خانه برآمده راه، حتی این سحر تبر گرفتی زده میکشم تا اگر برآمده بروی. بچه خود بود؟ هم بچه خود بود. بچه گفتم نماز میخوانه؟ گفت که نه. مردم برادرم از خودت گیله کن. اگر تو وقتش تو بچه تو مسجدی میکردی، اگر وقتش تو بچه تو قرآن خوان میکردی، اگر بچه تو صحبت علماها میرفت دستی گرفته میبردی، درباره حقوق پدر و مادر و صحبت میشنید، امروز تو رو اینطور میکرد. اکنون تو سزاوار همون جزا هستی و اون تو رو با تمار زده میکش. گفتم حالا هم نکشه در پیش منی باشه کردو. بچه پدر با تمار تهدید کرده است. ببین عزیزان من، این قطع رحم نگویم، من همین از قطع رحم. هر کدام ما و شما فرزند تربیه میکنه، روزی که تولد شد آنچنان خرسند خوشحال میشیم که یک دیگر رو تبریک میکنیم. با این فاسقه و خودش فاسق مجاز بود، بیشاشته باشتگی معلوم بود. فاسق باشه اگر با جوراش فیرات کرد یا شیشه شمپان است که میبیاره من میکشم، من بچه دار شدم. من امروز حالش از بچهش این، بچه که از مسجد دور شد حالش این. من تو پیش من چی آمدی؟ من حکومت نباشم، من ملیسه نداشته باشم، من چیکار کنم؟ یا به جمعه گفتنی من که بچه تو صحبتی من نشنود و این مسجدی نباشم، رد بودم پیش اداره مونیسر یا پیش حاکم رایان را بگی بچه منم خیلی کرده است. گفتم برادر زیگ نشود، تو مانند تو برای پدرها زاید میشود. امروز اون حکومت ما قرار برای تا 18 ساله دیگه مسجد نمیمونه رفتنی. آینده بچه ها همه پدرهاشون رو تماشا میکنن مثل تو باری بودم. پروانه که سفید بسیار میشد. حال فرزند مسلمان نسبت پدر مادر. نه بچه ها تا عزیزان من خواهی که مثل او جوان مرد داریم به سوی شما تبر نکشد، اونها رو قرآن خوان کنید. میلش قانون براد است دولت، میل شما رو جریمه اندازد، میل شما رو تبع کند، اما شما بچه ها رو قرآن خوان کنید. از این قانون رو نترسید و الا نمیکنه. منتظر باشید فردا ان روز همون مرد بالای شما دهن میکنه. در فرزند پدر و مادرش احترام میکنه که وای باوری به ثواب پیشگاه خدا دارد. فرزند پدر و مادر پیش راست میکند که او باوری به جنت دوزخ دارد. فرزند دستی پدر بوسه میکند یا مادری که وای باوری به ثواب پیشگاه خدا دارد. بچه‌ای که باوری به هیچ چیز نداشته باشد، باوری به زردوش داشته باشد، باوری به بودا داشته باشد، برای چی پدرش حرمت کند؟ برای چی باید دمی پدرش کشد؟ برای چی باید باری وزنی و یرقه کند؟ نه